خدا سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. با ما همراه باشید با پخش زنده جام رمضان در شهر پاکدشت، مصاف با دو تیم صرافی یعقوبی تهران و وحدت یگانه پاکدشت. جا داره در همین ابتدای کار سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم. امیدوارم که سالی پر از خوشی، پر از اتفاقات خوب برای همه کشورهای فارس زبان، بهتره بگیم فلات بزرگ ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، کشورهایی که کردها اونجا هستند و هر جا که کرد هست آنجا بویی از ایران هست، آنجا ایران هست. سال نو رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سالی باشه پر از اتفاقات خوب و صلح در جهان، به ویژه اتفاقات تلخی که در فلسطین شاهد هستیم. فلسطین اشغالی، خداوند درگاه رحمتش رو برای همه مردم جهان، برای همه مردم مظلومین جهان باز بکنه و انشاءالله که شاهد اتفاقات خوبی باشیم. امسال هم مصادف شد با ماه مبارک رمضان، عید و رمضان در کنار هم قرار گرفت. شب‌های جام رمضان که در خیلی از شهرها در حال برگزاری است. با ما همراه باشید. گزارش زنده این بازی رو بنده آرمان زاهدی هستم از شبکه آنتن در خدمت شما عزیزان هستیم. تیم صرافی یعقوبی رو میبینید که با پیراهن‌های سبز رنگ در مصاف با سفید پوشان وحدت یگانه رفته. دور گروهی مسابقات جام رمضان پاکدشت است. اسامی بازیکنان صرافی یعقوبی: حبیب الله یعقوبی کاپیتان و مربی این تیم هست، نجیب رمضانی، هادی جعفری، رؤوف علیاری، محمد رضا فلاحزاده، محمد سیفی، امیر حسین اخلاقی، عیسی حسینی، مصطفی یعقوبی، شیر علی میرزایی، علی رضایی و تیم وحدت یگانه رو برای شما عزیزان معرفی کنم. اسامی بازیکنان این تیم: علی رضا صفایی، محمد رضا هزاره، مرتضی رمضانی، امین الله حسینی، هوشنگ امینی، باقر حسینی، عبدالله حسینی، میلاد احمدی، عباس احمدی، حسین پناهی، سید یاسین حسینی، قاسم احمدی. اما قضاوت این بازی به عهده آقای علی جعفری، داور اول این دیدار، و در کنارش آقای امین محمدی، داور دوم، و وقت نگهدار این بازی رحمت مرادی خواهد بود. اینجا سالن تربیت بدنی منطقه پاکدشت. فرصت خوبی است که برای مهاجرین افغانستانی که در ایران برای اولین بار اونها لیگ برتر خودشون رو در تهران زیر نظر فدراسیون افغانستان برگزار کردند و تیم صرافی یعقوبی در لیگ برتر مهاجرین افغانستانی در ایران حضور دارند. این بازی هم دور گروهی این مسابقات هست. استقبال خوبی از این بازی شده. کلاً بازی‌های فوتسال در بین مهاجرین افغانستانی در ایران یه رنگ و بوی دیگه‌ای داره. اونها عاشق فوتسال هستن و طرفدارای به خصوصی دارن. هر جا که جام رمضان هایی که در استان البرز و تهران به ویژه برگزار میشه، حضور تماشاگران هم هستن. خب به خاطر شرایط خاصی که وجود داره، برعکس ما ایرانی ها طرفداران فوتسال شاید یه ذره به مراتب از در واقع افغانستانی ها کمتر تماشاگر بیاد. ولی حالا جام رمضان یک تورنمنت خیلی خاصیه، یه جذابیت خاصی داره. بازیکنان آزادی حضور دارن در همین تورنمنتی که در جام رمضان در واقع پاکدشت داره برگزار میشه. یه بازیکن ایرانی هم میبینم توی اسامی صرافی یعقوبی: محمد رضا فلاحزاده، بازیکن
البرزی فوق‌العاده بازیکن با تکنیکی است. محمد رضا فلاح‌زاده در تیم صرافی یعقوبی. و البته در اسامی بازیکنان تیم صرافی یعقوبی اینو بگم خدمت شما عرض کنم، هادی جعفری که 10 سال سابقه حضور در تیم ملی افغانستان رو در کارنامه خودش داشته و دیگه از در واقع تیم ملی هم خداحافظی کرده، ولی توی این تورنمنت حضور داره. بریم ببینیم این بازی چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا تیم صرافی یعقوبی میتونه از دور گروهی صعود بکنه و همه چیز نظم و انضباط خاصی برگزار میشه. خیلی برام جالبه که پیجای باشگاهی که در واقع برای مهاجرین هم هستن، اونا عکاسای ویژه‌ای دارن، چقدر کارهای گرافیکی قشنگی رو پوسترهایی که میسازن و این نشون میده که قطعاً سطح فوتسال افغانستان به مراتب پیشرفت کرده و میدونید که اونها هم در جام ملت‌های آسیا حضور دارن. در همین ماه فروردین ماه اولین بازی خودشون رو در مصاف با تیم ملی ایران خواهند داشت و اون بازی هم برای افغانستانی‌ها خیلی مهمه. ورزش یکی از ابزارهایی است که میتونه صلح و دوستی رو بدون نگاه کردن به مرز، بدون نگاه کردن به رنگ داشته باشه. بریم ببینیم با سوت آقای علی جعفری بازی رو ببینیم. امیدواریم که یه بازی دیدنی از هر دو تیم ببینیم. سبز پوشان صرافی یعقوبی در مصاف با سفید پوشان یگانه وحدت تهران. از این لحظه سوت داور شروع میشه. بازیکنی که در این همین ابتدا صرافی یعقوبی داره، محمد رضا فلاح‌زاده برای همتیمیش پاس به عقب، کماکان توپ در اختیار صرافی یعقوبی است. یه فرصت، یه موقعیت، اولین موقعیت خطرناک، یه کورنر رو دشت میکنه، میرن که کورنر رو بزنن. هادی جعفری سری میفرسته، یه برخورد و اوت. نجیب رمضانی و اوت رو باید تیم وحدت یگانه باید شروع کنن. پاس به عقب، اجازه کار رو اونجا نمیده. بریم ببینیم بازیکنان یگانه وحدت چیکار خواهند کرد. پاس رو به هم تیمیشون میفرستن. رمضانی، مرتضی رمضانی اوت رو باید بزنه. مرتضی ترجیح میده که هم تیمیش بزنه. یه ضربه ناقص، موفق‌تر محمد رضا فلاح‌زاده. یه پاس فرار خوب، ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد یا نه. گل اول منجر خواهد شد یا نه. یه برخورد، ببینیم کورنر اعلام شد یا نه. نه خیر، دروازه‌بان باید شروع کنه. سریع یه فرار خوب، رمضانی ضربش رو میزنه. واکنش اخلاقی رو به همراه داره امیرحسین اخلاقی. همین دروازه‌بان سریع توپ رو میفرسته. رمضانی کماکان توپ رو در اختیار داره، باید سریعتر پاسشو بده. همین کار رو میکنه. پاس به عقب، پاس عرضی، توپ رو در اختیار دارن. پناهی، ببینیم فلاح‌زاده میتونه توپ رو بگیره یا نه. یه برخورد کوچیک و اوت. اوت رو باید سبز پوشان صرافی یعقوبی بزنن. پاس به عقب برای یه ضربه‌ای که میگیره دروازه‌بان وحدت یگانه میلاد احمدی بود که توپ رو گرفت. سریع هم شروع میکنه. فعلا که اتفاق خاصی رخ نداده. حسینی
یه برخورد و اوت. توپ که میخوره به جعفری، بازیکن ملی پوش تیم ملی افغانستان. تغییر تحولاتی که آقای مجید مرتضایی مربی ایرانی و مشهدی تیم ملی افغانستان یه تورنمنتی رو هم دارن قبل از بازی ها. داور یه تذکر جدی به حسین پناهی میده، میخواد که فاصله قانونیش رو رعایت کنه. امیر حسین اخلاقی سریعتر میفرسته برای جعفری، یه ضربه دیدنی، واکنش دروازه‌بان رو به همراه داره. ضربه هادی جعفری خطرناک زد، نرفت، میخواست براش بفرستن. سریع یه پاس اشتباه و سریعتر تصمیم بگیره، خیلی تعلل کرد. جعفری خب سفیدپوشان وحدت یگانه بلند دف میکنن پرسوری سبزپوشان صرافی رو در اختیار دارن. هادی جعفری. سکوت خاصی در سالن برقرار هست، تماشاگرایی که خیلی ساکت و آرام نشستن از بازی لذت میبرن. یه حرکت تکنیکی از محمد رضا فلاح زاده انقدر توی تورنمنت های افغانستانی شرکت کرده که دیگه کاملا بازیکن با تجربه ای شده. تو لیگ برتر ماجنه افغانستانی هم حضور داره. فکر کنم هر تیمی میتونه 2 تا بازیکن ایرانی داشته باشه و این هم در واقع همین بازیکنی که توپ در اختیارش بود با شماره 21 محمد رضا فلاح زاده. بازیکن خیلی خوبی است و منتظرینه که خدمت سربازیش رو در یک تیم نظامی بگذرونه. البته تیم استان خودش هم البرز، تیم مقاومت، سقوط کرد و در لیگ 1 حضور خواهد پیدا کرد اگر اون تیم ادامه بده در لیگ 1. اتفاقاتی که افتاد و منجر نشد در واقع ادامه کار نبود. البته اینم بگم که در لیگ برتر فوتسال ایران که یکی از بهترین لیگ‌های جهان محسوب میشه، امسال هم بازیکنان مهاجر افغانستانی رو داشتیم و که سفیر گفتمان خداداد ابراهیمی، مهران غلامی برای سفیر گفتمان بازی میکردن. تیم ایرالکو هم که موسوی در آخرای فصل جدا شد و به لیگ برتر فوتسال عربستان پیوست. البته الان فکر کنم 4مین 5مین بازیکنه که در لیگ برتر فوتسال در واقع عربستان دارن میرن بچهای افغانستانی. یعنی نم نم هم داره فوتسال افغانستان تکون میخوره. به جز این که توی ایران بازی میکنن در کشورهای دیگه هم، البته عربستان هم داره اون سطح فوتسالش رو داره تغییر میده. چقدر جالبه که تیم‌هایی که توی لیگ برتر فوتبالشون هستن توی فوتسالشون هم حضور دارن، مثل تیم النصر. خب این خیلی خوب میشه که باعث میشه که حداقل تماشاگران اون باشگاه فوتسالش هم پیگیری کنن. من نمیدونم چرا در لیگ برتر فوتسال ایران فدراسیون ما موظف نمیکنه که تیم‌های باشگاهی برنددار، مخصوصا تیم‌های دولتی مثل پرسپولیس، مثل استقلال، اونا بیان توی فوتسال و یه هیجان خاصی بدن. واقعا فوتسال از نظر فکری، از نظر بدنی خیلی به مراتب از فوتبال سخت‌تره
ولی خب جذابیت و در واقع جذابیت‌های خاص خودش رو داره. ولی خب یه برخورد داور ترجیح میده ادامه کام، مثل همه تیم‌های ایرانی یه لحظه کامل گرفت و اون اینجا باید خطا رو برای محمد رضا در واقع فلاح‌زاده میگرفتن. یه برخورد شکل گرفت. ادامه کار محمد رضا فلاح‌زاده یه تنه میخواد تمه رو دریبل کنه، یه ضربه خطرناک. چی کار میکنه محمد رضا فلاح‌زاده؟ همه کار میکنه، دریبل میکنه. اونجا دیگه کاملا بازیکن پاشو گرفت و روش خطا انجام داد. نمیدونم چند دقیقه از نیمه اول وقت باقی است، ولی کماکان عزیزانی که از این لحظه دارید پخش زنده بازی صرافی یعقوبی و وحدت یگانه را از شبکه اینترنتی آنتن مشاهده میکنید 0-0 دنبال میشه. باستم محمد رضا فلاح‌زاده ضربش از کنار دروازه خطرناک به اوت میره. بلند نمیتونن وحدت یگانه کاری رو انجام بدن. باقر حسینی اونم در لیگ برتر مهاجرین حضور داره و اتفاق خوبی بود که پارسال افتاد. کمیته مهاجرین فوتسال استان تهران، آقای غلامین ها، آقای رضایی ترجیح دادن که یک قوانین رو وضع کنن و جالب اینه که لیگ یکشون هم دایره توی ایران، هم لیگ برترشون و هم لیگ یک. این اتفاق کمی نیست. قطعاً فوتسال افغانستان رشد خواهد کرد، رشد هم کرده و شاید یک برنامه 4-5 ساله بخواد، ولی خب اون استارت قویش رو زده. شما در تورنمنت های جام رمضان یه رابونای دیدنی میگیره. شما در تورنمنت های جام رمضان هایی که در استان تهران، البرز و شهرستان های بزرگ ایران مشاهده میکنید، هر تیمی یکی دو تا تیم افغانستانی هستن که همیشه یه پای فینال هست. خب این اتفاق کمی نیست. حالا گرچه که فوتبال افغانستان از اون در واقع فضای واقعیش خیلی دوره، خب اون هم زیرساختای خودش رو میخواد و نیازی نیستش که لیگ برترش و به مراتب درست برگزار بشه. قطعاً تغییر تحولات داخلی افغانستان هم بی‌دریغ نبوده که فوتبال یا فوتسال یا هر ورزشی توقف پیدا کنه، ولی الان میدونم که استارت خورده شده. همین که تیم ملی فوتسال افغانستان خوب داره کار میکنه. البته شما نمی‌کنید تورنمنت‌های بین‌المللی مرتب، تمرین‌های مرتب، کمپ تیم ملی هم که در مشهد برای تیم ملی افغانستان در واقع درست شده، خب این کمک خیلی شایانی میکنه. یکی از گام‌های موفقیت تمرین، تکرار، تمام مشکلات اونها ادامه میدن و قطعاً مزد این زحمات و سختی ها رو دادن. باقر حسینی یه سرتور، یه پاس، یه ضربه میخوره به صورت بازیکن صرافی یعقوبی. نجیب رحسانی احساس ناراحتی میکنه. امیدواریم که اتفاق خاصی نیفتاده باشه برای نجیب رمضانی. ضربه‌ای که زدن و محکم هم زدن، نتونستن استفاده کنن. هوشنگ امینی بود که ضربه رو زد. حالا توپ اوت رفته و باید اوت رو شروع کنن. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. یه پاس، باقر حسینی توپ رو گم کرد، توپ پای خودش رفت و اوت باید تکرار بشه. فلاح‌زاده یه پاس اشتباه، باقر حسینی اشتباه خودش رو فلاح‌زاده جبران کرد و اجازه کار رو به بازیکن
وحدت یگانه نداد. تایم اوت به درخواست تیم صرافی یعقوبی. کماکان نتیجه 0-0 داره دنبال میشه، گرچه که تماشاگرای زیادی اومدن توی سالن، ولی اینم یه لحظه تماشاگرها رو هم ببینیم اینجا. و استقبال خوبی شده از این بازی و تایم اوت. یه خوردم عذرخواهی میکنم، فکر کنم ارتباطمون یه ذره قطع و وصل میشه، اونم به خاطر در واقع به خاطر اینترنت اینجاست، یه خورده همکاری نمیکنه، گرچه که نت داخلی هم هست. تایم اوتی که اعلام شده، نتیجه ببینیم فرصت. حالا تایم اوت تموم شد و باید با سوت آقای علی جعفری برگردن به بازی. امیرحسین اخلاقی بازیکن جوان و با تجربه کامل دیگه گرفتش دیگه. حالا من نمیدونم، داور اونجا نزدیک به صحنه است، کاملا هادی جعفری گرفته شد و نمیدونم چرا خطا اعلام نشد. اینم دیگه باید قضاوت رو به عهده داورین عزیز بذاریم. فکر کنم همه داورین هم بچهای مهاجرین هستن. بعد حالت داور دوم کنار زمین هم حضور داره. این هم یه نکته خیلی خوبی که حالا میشه بگیم نکته مثبت. من دقت کردم حتی خطای 100% هم کمتر میبینیم، اعتراض زیاد رو میبینیم. این خیلی خوبه، برعکس لیگ ها که تا یه اتفاق خاصی میفته یه زمین و زمان و همه چی رو میارن پایین. این خیلی خوبه. یه موقع‌های بازی یه موقعی از ضربه بیگانی امیرحسین اخلاقی میگیره، یه ضربه خطرناک. مرتضی رمضانی شلیکش دروازه رو میترکون، باز هم مرتضی رمضانی یه ضربه گل. مرتضی رمضانی شلیکش بالاخره دروازه باز شد. گل اول برای وحدت یگانه. یه لحظه جا موندن، کاری نمیتونست بکنه امیرحسین اخلاقی. سالن به وجه میاد یه لحظه، ولی وقت کافی هستش. هنوز نیمه اول تموم نشده. تکنیک اخلاقی گل. حتما با این گل بازی پرشورتر خواهد شد. نباید، اگر تیم صرافی یعقوبی میخواد به دور بعد در واقع بیاد، حتما این بازی رو باید ببره، حتما. و ادامه کار فلاح‌زاده با تکنیکش میخواد بور کنه. چه پاسی داد برای هادی جعفری. هادی هم جزء بازیکنان یه اشتباه. حالا دیگه با بربادار رفته. این بار امیرحسین اخلاقی اجازه کار رو نمیده، با زیرکی رو دست میکنن. شیرعلی میرزایی بود که ضربه رو زد و اوت برای صرافی یعقوبی. چه اشتباه مرگبار رو کرد هادی جعفری. نمیدونم چرا جا میمونن بازیکنان صرافی یعقوبی. خود باید تمرکز کنن، دقت کنن اگه نمیخوان ببازن. حالا تند و تیز نجیب رمضانی، خود نجیب پاس به
ارز میرزایی، هادی جعفری، باز هم اشتباه، ولی هر طوریه این بار محمد رضا فلاح زاده کامل گرفتش و جامون گل دوم یا نه؟ و گل دوم مرتضی رمضانی، جا موندن و گل مرتضی رمضانی. 2 گل میشه تو این بازی از غفلت بازیکنان صرافی یعقوبی. بهترین استفاده رو برد. امیرحسین اخلاقی هم باید عصبانی باشه. من احساس میکنم از نظر بدنی بازیکنان صرافی یعقوبی نمیدونم چرا کم میارن. اشتباهات فردی اونا سبب این 2 تا گل هم شده. نگاه کنید باز هم حالا توپ اولت رفت، ولی باید خورده تمرکز کنن. البته نمیشه ایراد هم گرفت، چون که خیلی از این تیم‌های در واقع تورنمنت هایی که توی جام رمضان برگزار میشه خیلیشون 5-6 تا تورنمنت شرکت میکنن و این بار کامل گرفتش دیگه. یعنی کامل گرفت و تماشاگرانی هم که فریاد میزنن که باید داور کارتو بده آقای علی جعفری، ولی نمیده، ترجیح میده که فعلا کارت نده. محمد رضا فلاح زاده یه خوردم داره ملاحظات خودش رو میکنه، باز هم اشتباه. این بار اشتباه علی رضایی. نیمه اول تموم شد. به نام خدا سلام مجدد دارم خدمت همه شما عزیزان. با ما همراه باشید با نیمه دوم. از این لحظه نیمه دوم آغاز خواهد شد. تیم صرافی یعقوبی در مصاف با وحدت یگانه. نیمه اول با نتیجه 2-0 تیم وحدت یگانه تونست با 2 گل مرتضی رمضانی به گل برسه و نیمه اول رو برنده بره به رختکن. دور گروهی جام رمضان منطقه پاکدشت. امیرحسین اخلاقی سریعتر برای محمد رضا فلاح زاده. خود فلاح زاده یه پاس اشتباه. وای یه موقعیت این بار امیرحسین اخلاقی میگیره سریع تند و تیز. یه خورده بازی پرهیجان‌تر داره آغاز میشه در نیمه دوم. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. یا صرافی یعقوبی میتونه جبران کنه. یه موقعیت، یه پاس. این بار امیرحسین اخلاقی اجازه کار رو نمیده. فرار مرتضی رمضانی. داور تذکر جدی رو به مرتضی رمضانی میده. میخواد که بازی خودشو بکنه، کاری به حاشیه ها نداشته باشه. علی جعفری حالا نمیخواد مثلا در مسئله داوری برخورد در واقع اظهار نظری بکنیم. اون دیگه میگم که تورنمنت حالا یه ضربه دیدنی این بار هادی جعفری بود. خوردم اضافه وزن پیدا کرده هادی و توپ رو بفرسته. نتونستن از توپ بادآورده استفاده رو بکنن. محمد رضا فلاح زاده اگر از این توپا استفاده نکنن کی میخوان استفاده کنن؟ کماکان نتیجه 2-0 با 2 گل رمضانی مرتضی رمضانی تیم وحدت یگانه پیش هست. یه توپ بلند با سم ادامه کار. این بار حسین پناهی موفق‌تر. حسین پناهی یه اوت دیگه دشت میکنه. خدا حسین پناهی
باید اوت رو بزنه، سری میفرسته امیرحسین اخلاقی، سری تند و تیز، یه برخورد، دوباره ادامه کار رو داره. واسم یه برخورد هر طوریه، چقدر خوب فرستاد بازیکن وحدت یگانه، انگار از نظر بدنی و آمادگی با تکنیکتر در واقع کار میکنه. اما یه موقعیت این بار نمیزنه مرتضی رمضانی. چی کار کردی پسر؟ همه کار کرد الا گل نزدن. باید میزد اونجا اگر میتونست هتریک بکنه در این بازی. و بار هوشیار امیرحسین اخلاقی. میگم که 2 تا گلی هم که در واقع صرافی یعقوبی خورد روی اشتباه فردی بود، بازیکنان روی اشتباهات فردی بود و به گل رسیدن. اما نکته که میخواستم عرض کنم خدمت شما، همین لیگ برتر مهاجرین افغانستانی که زیر نظر فدراسیون هم داره برگزار میشه، فدراسیون افغانستان و المپیک افغانستان رو، میدونم که خیلی از تیم‌ها مربیان ایرانی رو به کار گرفتن، مربیان با دانش ایرانی، و این نقطه پروازی است برای فوتسال افغانستان. نه توی همین مدت، قطعاً 2-3 سال زمان خواهد برد. اینکه لیگ برتر، لیگ 1 دایر هست و به قول آقای ناظم الشریعه، یکی از مربیان ایرانی که الان سرمربی تیم ملی کویت هم هست، به تیم ملی افغانستان میدونید چی میگفت؟ میگفت که تیم دوم ایران. چرا؟ 90% اون بازیکنان در لیگ برتر ایران و در ایران دارن بازی میکنن. و جام ملت‌های آسیا هم که در این ماه در واقع برگزار خواهد شد، تیم ملی ایران، تیم ملی افغانستان، تیم ملی کویت تو یه گروه قرار دارن و خیلی جالبه. 3 مربی ایرانی، یکی برای کویت، یکی برای افغانستان و یکی برای ایران. و این فکر کنم اولین بار است که 3 تا مربی ایرانی در یک تورنمنت رسمی در واقع در کنار هم قرار گرفتن. اون بازی جام ملت‌ها هم میتونه زیبایی خاص خودشو داشته باشه. واقعا ورزش یک چیز دیگه است. با ورزش میشه همه کار کرد، میشه یک فرهنگ غلط رو اصلاح کرد، اون هیجانش، اون در واقع زیباییش، و میشه با ورزش بدون نگاه کردن رنگ، ملیت، مذهب کنار هم بود و لذتش رو ببریم. خدا رو شکر میکنم برای این وقت که نگاه کنید همینجا در سالن پاکدشت چقدر تماشاگر هست، چقدر زیباست که ورزش به گل. چیکار کرد گل سوم؟ اوه 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 اوه، این بار لایی رو زد. هتریک مرتضی رمضانی، خدای ما مرتضی، چی کار کردی پسر؟ فوق‌العاده آماده نشون داده. 3 تا گل، 3 تاش هم مرتضی رمضانی و کارت زد. بار خطای واضحی که روی محمد رضا فلاح زاده انجام میشه. من میدونم اون بازیکن در واقع داره مراعات میکنه، چون الان تیم حریف یه خورده غیر فوتسالی دارن بازی میکنن. خب میدونید که غیر فوتسالی بازی کردن باعث میشه که بازیکن مصدوم بشه و در نتیجه بیخیال بشه. بیخیال میشه که رباط نده، مصدوم نشه. دقیقاً پای محمد رضا فلاح زاده رو ترکوند و خوشبختانه اتفاق خاصی نیفتاد. برگشت بازی، نجیب رمضانی در کنار محمد رضا فلاح زاده
ببینیم فلاسفه چیکار خواهد کرد. خودش ضربه رو میزنه، خطرناک خطرناک. توپ رو میفرستن. امیرحسین اخلاقی تندتیز شروع میکنه. بازیکنان صرافی یعقوبی یه موقعیت، باز هم موقعیت دارن، باز هم گل! این بار هوشنگ امینی جا موندن. گل چهارم. دقیقاً همون نکته‌ای که من میگفتم، عدم هماهنگی بازیکنان صرافی یعقوبی باعث شد که جا بمونن و اونها هم وحدت یگانه هم از این موقعیت استفاده ببرن و به گل برسن. 4 گل. 3 گل رو رمضانی زد و 1 گل رو هم به نام هوشنگ امینی ثبت شد. هنوز موقعیت دارن. یکی از زیبایی‌های فوتسال اینه که درسته زمان شاید کم باشه، ولی اگر با مدیریت بازی بکنن قطعاً حتی در آخرهای بازی میشه حتی به گل برسن. فلاح‌زاده توپ باید بفرسته، یه پاس دقیق و بدون نقص. باز هم برای فلاح‌زاده همه نگاه ها به سمت او. چه پاس تکنیکی فرستاد. کماکان پاسکاری ادامه داره. آیا منجر به گل خواهد شد یا نه؟ باریکالله، 1 ضربه کورنر. چقدر خوب رد کرد رؤوف علیاری. یه موقعیت، این بار فلاح‌زاده. این بار فلاح‌زاده ضربه رو میزنه. مکس بازی کنه، 1 ضربه. یه لحظه تعلل بازیکن صرافی یعقوبی، نتونستن به گل برسن. باز هم ادامه کار. شماره 20 برای فلاح‌زاده، ضربش رو میزنه، مانع میشه این بار باقر حسینی. باقر حسینی هم جزو بازیکنایی که در لیگ برتر به مهاجرین حضور داره و یه ضربه دیدنی. این بار دروازه‌بان وحدت یگانه محمد رضا هزاره میگیره. یک انرژی مضاعفی رو بهش تزریق کردن و منکر بازی خوب تیم وحدت یگانه نباید بشیم. خطاهاشون کمتر بوده و باز هم خطا. میتونست داور کارت رو هم بده ولی ترجیح میده خطا. اینجا متاسفانه استنبورد این سالن هم برقرار نیست که بدونیم در شمارش خطاها چند خطا هستن. فکر کنم 2 تا خطا. یه ضربه دیدنی به گل. چه ضربه ای زد نجیب رمضانی. شلیکش در قلب دروازه جای گرفت. یک شلیک آتشین، یک ضربه دیدنی نجیب رمضانی. یک از گل‌های خورده جبران شد. چقدر خوب زد، چه ضربه‌ای، چه شوتی. دیگه دروازه‌بان کاری نمیتونست بکنه. باریکالله نجیب رمضانی. حالا 4-1 میشن. کماکان وحدت یگانه پیش هست. یکی از گل‌های خورده جبران شد توسط صرافی یعقوبی. حبیب الله یعقوبی کاپیتان و مربی این تیم هست.
و تیم ها که میخوان نتیجه بگیرن باید با برنامه باشن، گرچه که این کاملا خطای محرزی بود. من نمیدونم چرا آقای علی جعفری این خطا رو نگرفت. و حالا داور دوم هم در کنار زمین هست، امین محمدی. خطا رو باید میگرفت و گل! هوشنگ امینی، اونم 2 گله میشه. گل پنجم. خیلی راحت تعلل کردن و خیلی راحت افتاد زمین و گل زد. حالا کار خیلی سخت شد برای صرافی یعقوبی، خیلی سخت شد برای صرافی یعقوبی. 5-1. البته خیلی از تماشاگرها هم دادشون در اومد روی قضاوت. بله بعضی از خطاهای واقعا محرز رو نمیدونم حالا چرا داور نگرفت، اما تایم اوت برای وحدت یگانه. پاسی رسمی نیست ولی خب یه خورده باید بیشتر دقت کنن. هم داوری تاثیرگذار بوده و هم اشتباهات فردی برای تیم صرافی یعقوبی. عزیزانی که از این لحظه دارید بازی رو از شبکه آنتن میبینید، نتیجه 5-1. اینجا سالن تربیت بدنی منطقه پاکدشت تهران، دور گروهی جام رمضان. وحدت یگانه 5، صرافی یعقوبی 1. تایم اوت. تایم اوت تموم میشه و اوت رو باید شروع بکنن بازیکنان سفید پوش وحدت یگانه. همین کار رو میکنن، تند و تیز، سریعتر پاسکاری که انجام میدن. یه پاس اشتباه موفق‌تر بازیکنان سبز پوش یعقوبی. صرافی یعقوبی یک ضربه محکم از همونجا. نجیب رمضانی میخواست دوباره شوت سرکشی رو بزنه برای امیرحسین اخلاقی. امیرحسین تند و تیز، یه پاس دقیق بدون نقص. وای که چه توپی رو نزدن، دیگه بهتر از این میخواستن. خطرناک. داور اعلام کرده کورنر. حالا صدای امیرحسین اخلاقی هم در اومده، میگه کسی نخورده، ولی خب داور تصمیمش بر اینه که کورنر. حالا باید بپذیریم دیگه. بارمانه ضربه بازیکنان وحدت یگانه میشه، ضربه حسین پناهی و اوت. سریع هم شروع میکنن. رمضانی بازیکنی که در این بازی گل زیاد رو زد، باز هم موقعیت و ضربه محکم میخوره به صورت دروازه‌بان محمد رضا هزاره. عیسی حسینی بود که ضربش رو زد. نجیب رمضانی یه پاس خوب. ببینیم چه استفاده رو خواهند برد. شیرعلی میرزایی نتونست استفاده بکنه. روی باز هم خطا، این بار روی عیسی حسینی. ضربش رو میگیره امیرحسین اخلاقی، اجازه کار رو میده که به کورنر بره.
پاس به عقب، اینجا کسی نیستش که این بازیکن رو بگیره، ترجیح میدن پاس رو به عقب بندازن. رمضانی برای پناهی، دوباره یه پاس کاری بدون نقص، موقعیت این بار از کنار دروازه، مرتضی رمضانی از کنار دروازه به اوت رفت. عیسی حسینی داره با داور صحبت میکنه، این کاملا یقه من رو گرفته و تو خطا رو نگرفتی. مشکلات داوری همیشه بوده. حالا خیلی چیزا تاثیر داره، اینکه آگاهی، اینکه بدون جانبداری رو هر طوری محکم دفع میکنن. تیم صرافی یعقوبی باز هم موقعیت، این بار موفق تر امیر حسین اخلاقی توپ رو دفع کرد. امیر حسین در آسمان هم نمیتونه یه موقعی کار فرد بشه. باریکلا امیر حسین اخلاقی به توپ بستن و توپ 100% گل رو گرفت امیر حسین اخلاقی، دروازه‌بان آینده دار و جوان صرافی یعقوبی. یه خطای کاملا محرز، کارت رو بده. بله این بار داور یه خودی نشون داد و کارت رو قرمز، بله حقش هم بود، یه کارت زرد داشت، کاملا خطا محرز بود. من نمیدونم چرا دیگه دارن اعتراض میکنن، 100% این خطای واضح بود، مثلا نیازی به اعتراض نداره. صدای تماشاگرها هم در اومده و میگن که داور درست اعلام کرده. محمد رضا فلاح زاده یه ضربه دیدنی، ضربه با اختلاف کم از کنار دروازه به اوت رفت، تند و تیز، یه سرتوپ، ببینیم به گل منجر خواهد شد یا نه. مرتضی رمضانی توپ رو گرفت، داشت یه خورده دیریب میزد و تکنیکی تر به گل برسه، ولی اجازه کار رو ندادن صرافی یعقوبی. تند و تیز بر مرتضی رمضانی خالی است. پناهی یه نفر دیگه هم جا میذاره، خود پناهی اون دروازه کشتن بیرون. مرتضی رمضانی این بار چی رو گرفت امیر حسین اخلاقی. نجیب رمضانی برای محمد رضا فلاح زاده. محمد رضا هنوز نتونست کار خاصی انجام بده و ضربه رو بزنه. نجیب موقعیت داره، یه 1-2 خوب و گل! گل برای صرافی یعقوبی، این بار رؤوف علیاری. خوب کار تیمی و به گل رسیدن. حالا یکی از گل‌های خورده جبران میشه. 5-2 کماکان وحدت یکانه پیش است و تمام تیم وحدت یگانه توانست با نتیجه 5-2 تیم صرافی یعقوبی رو شکست بده. ممنونم از همه شما عزیزان تا به این لحظه در کنار ما بودید. ممنونم از دوستان عزیزمون در شبکه اینترنتی آنتن که این شرایط رو فراهم آوردن بتونیم از دیدن فوتسال لذتش رو ببریم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.